سلام، خیلی خوش اومدید به کانال پیشان تیوی. توی این ویدیو میخوایم راجع به عجیب ترین فتیش ها در مردان صحبت کنیم که خب یه سریاش ممکنه بین زنها هم رایج باشه. فتیش یعنی چی؟ فتیش یعنی حس هیجان و علاقه جنسی و برانگیختگی که یه شخص نسبت به قسمتی از بدن یا یک شی و یه نوع رفتار داره. نکته اینجاست که فردی که فتیش داره برای تحریک جنسی حتما به اون چیزی که بهش فتیش داره نیاز داره. اما اینکه فتیش بیماریه یا نه، راجع به این میشه به طور کلی اینجوری گفت: اگه فتیش شما باعث ایجاد مشکل بشه، اون موقع است که بیماری حساب میشه. بریم سراغ فتیش اول، فوت فتیش. امکان نداره در مورد فوت فتیش صحبت کنیم و اسمی از کوئنتین تارانتینو برده نشه. این کارگردان به قدری توی فیلماش از صحنه‌های پا استفاده کرده که میشه گفت یه جورایی به عنوان نماد فوت فتیش توی هالیوود شناخته میشه. اگه موقع دیدن فیلم‌های تارانتینو پیش خودتون فکر کردین این صحنه‌های بی ربط پا دیگه چیه وسط فیلم، شما فوت فتیش نیستین. و اگه فوت فتیش باشین، قطعاً کوئنتین تارانتینو کارگردان مورد علاقتونه. ماشین گان کلی، اکس مگان فاکس، یه جا صحبت کرده بود از علاقش به پا. با توجه به شخصی که دیت میکرد اصلاً نمیشه سرزنشش کرد. فتیش بعدی، فتیش علاقه به رابطه جنسی در پشت ماشینه. شاید اسم این خیلی طولانی و مضحک به نظر بیاد، اما بهتون قول میدم اگه بفهمین چه کسی این فتیش رو داره کاملا قانع بشید. همونطور که گفتم، فتیش فقط علاقه داشتن به یه قسمت خاصی از بدن نیست. مثل این فتیش که بیشتر مربوط به اشیا و رفتاره. شاید فکر کنید این فتیش برای کساییه که رنج میبرن از بی امکاناتی. اما بانو اسکارلت جانسون با اعتراف به داشتن این فتیش توی یکی از مصاحبه‌هاش ثابت کرد شما میتونید ثروت، شهرت، زمان و از همه مهمتر مکان داشته باشید، اما به این فتیش دوچار باشید. فتیش بعدی، فتیش گوش. علاقه به دست زدن به گوش، ناز کردن گوش، حتی گوشواره و انواع پیرسینگ میتونه یکی از نشانه‌های داشتن این فتیش باشه. اما برای بعضیا ممکنه حتی خود برآمدگی گوش هم تحریک کننده باشه. با گوش دادن به این صحبت‌های خانم میترا حجار متوجه منظورم میشین. سلام. هشتگ منو سانسورچی. مثلا بهتون نشون بدم گوشوی ما رو اینجوری چسب میزنن که اینا خدا نکرده دیده نشه گوشا. بکنم بهتر بود میذاشتیم هشتگ گوش. مثلا باید این چسبا رو بکنید. فتیش بعدی، فتیش دسته. از نشونه‌های این فتیش میشه به علاقه داشتن به لمس و نوازش دست‌ها اشاره کرد، یا حتی تتوی دست و کلاً زیورآلات مربوط به دست مثل دستبند و انگشتر. کلاً علاقه به انگشت‌ها، ناخن‌های لاک زده شده از نشونه‌های این فتیشه. برای خیلی از بازیگرا دست میزنن، اما یه سری از بازیگرا با دست میزنن، مثل جک جیلنهال که تو برنامه الن وقتی ازش پرسید What is your favorite body part? بعد از تفره رفتن اعتراف کرد. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. اگه پارتای بعدی این ویدیو رو میخواین توی کامنت ها بهمون بگین.